شاهنشاه خطاب به ملت خود می‌فرمایند: سپاس متقابل من به شما ملت ایران. امروز را که گرامی می‌داریم پایه‌گذاری ایرانی است که به خواست خداوند دیگر در تاریخش دوره انحطاطی پیدا نخواهد شد. باید قدری به گذشته برگشت. باید به شهریور 20 فکر کرد که روی خوشباوری، روی نیت خوب ما و در عین حال روی حاضر نبودن بر اساس همون خوشباوری مملکت ایران بار دیگر مورد تهاجم. شاهنشاه ضمن اشاره به آزادی فردی می‌فرمایند: اصل دومی که ما مراعات می‌کنیم آزادی‌های فردی است به حد اکمل تا حدود مرز خدمت به مملکت و عدم تجاوز اون، برای اینکه تجاوز از اون می‌شود خیانت به مملکت و این در ایران قابل قبول نیست. از این آزادی‌های فردی و اجتماعی و از این مقررات پیشرفته اجتماعی تا به حال چه نتیجه گیری کردیم؟ ببینید ایران قبل از انقلاب بهمن چه بود و در عرض این 13 سال چه شد. وضع داخلیش به کجا رسید و وضع خارجیش به کجا. شاهنشاه سپس ضمن اشاره به پیشرفت‌های مملکتی و نتایج حاصل از اجرای فرمان تحصیل رایگان و بهداشت رایگان اضافه می‌فرمایند: منظور این است که در عرض چنین مدت کمی ما به چنین نتایجی رسیدیم. من می‌دانم، البته تا وقتی که خدا بخواهد، که این مقدمات کار است و آینده ما از این درخشان‌تر.